What's going on guys؟ چطورید بچه فرشا سالنت هستم. خوش اومدید به یک ویدیوی جدید و موضوع جدیدی که هیچ کس تا حالا ندیده و یه یوتیوبری که تازه کارش شروع کرده و قرار شده با همین ویدیو رو بگیریم. پوریا پوتک. سلام. درود به همه زیبایان. پویاجی یه چالش جدید آوردم برات که تا حالا رکورد نکردی. فکر کنم آخرین باری که رکورد کردی 4-5 ساعت پیش بوده. Try not to laugh. چه مجازاتی دوست داری برات در نظر بگیرم؟ من میگم بیا بریم ببینیم کی میبازه، بر طبق اون شخصیت یا مجازات بدیم. قبوله، موافقم، اینو موافقم. خب لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بچا. ویدیو هم با هم بذاریم ری استوری میکنیم. همین دمتون گرم به خاطر تمام حمایتاتون. پس بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. No. مرسی تغییر کردم، خیلی ناز شد، یعنی چقدر خوشگل شدم واقعا. از لولو بریدم. خود دکتره رید تو خودش. فقط یکی که کامنت گذاشته بسم الله الرحمن الرحیم. ببین ویدیو قد میشه میتونیم بخندیم دیگه، نه؟ نه فقط من میتونم بخندم چون من گستم و تو هاستی. برای چی؟ نه این مثل ها نیست. نه هر کی بخنده باخته. الان یه دونه خندیدی یکیچ. نه از الان به بعد دیگه نابرد نباش. از الان به بعد. اوکی برو بریم. جک دنیلز، یاگر، یا وای مارتین، فیر، دومستوس، مارکای تمیزکاریه پوریا پوتک. سیف. اون یگری که اومد گفتی وای برامون داستانشو توضیح بده پوریا. من خودم ته داستانم. بگو خودت بگو. وای عجب نامردیه. یگر بام خوردی چه اتفاقی بعدش افتاده؟ ما یه یگری زدیم و 2 تا یقه پاره کردیم. دوتا رو با هم پاره کردی یا نه؟ یقه ها رو جدا. زشته. اوکی. وای چقدر قشنگ. آجی جنسا رو ریخت تو ماشین لباسشویی تا باباش اومد. ایده هاشون واقعا قوی و خفنه. وا این یارو دیدی تو آمریکا؟ یکی ایرانیه یکی ترکه. نه یکی ایرانیه اون یکی آمریکاییه، ولی ایرانیه صاحب مغازه است داره رفته اجارهشو بگیره. یارو اجاره رو نمیده. Mother, I told you. I told you. No, you told. I wanted to bring children notice. You told me, Hami, no. Come here. I give you check. Okay, yeah, I give you check. Okay, give me that now. Bank is closed. Bank is closed. Bank is closed. Okay, wait 5 minutes. میگه بانکیز کلوز گیو می مای چک. مادر تو کانادا اینجوریه که خیلی سخت اجاره میدن، چون وقتی اجاره بهت بدن بیرون انداختنت خیلی سخته. یعنی ما اینجا یه هندیه بوده حاجی 2 سال اجاره نداد نمیتونه صاحب خونه بندازتش بیرون. آره اینجا هم من داستاناشو شنیدم خیلی سخته. یعنی اگه یارو یه چیزایی و واسه دادگاه تعریف کنه که من الان قابلیتشو ندارم اینم منو بندازه بیرون، مثلا بی خونه و بی سر و صاحب میشم، دادگاه بهش رأی میده و صاحب خونه حق نداره بندازش بیرون. ولی خیلی زور داره، دلم واسه صاحب مغازه میسوزه. It's okay, Ari. Amir, come. اوه حاجی وسط آمریکا. دیدی ترکه؟ این تو آمریکاست. اوه یارو آره ولی تو درست ترکه. میگی تو آمریکاست. اونی که اجاره کرده اوکی من ترکه. فکرم آمریکایی حاجی. در این حد بدبختیم. دهه 80 ها دارن از هم طلاق میگیرن، دهه 90 ها دارن میرن دیت و پلن. بعد من و تو یه هنوز داریم مثلا یه کلیپ میفرستیم. نظرت چیه پوریا پوتک؟ فکت خار و مادر. آره حاجی فکت خار مادر. آره خدا رو شاهد. واه. به خاطر همین باید برین شما تو فریزر امروز باشین. تو فریزر باشین تا فردا. حاجی گوشیو گذاشت تو فریزر واقعا. وای داره حرف میزنه وای. جایی یخ کردی یا نه؟ شما رو در بیارم مردم ایران گرفتارن. سرما بخورین 2 روز دیگه در من میگاین آیسا ما انقدر به تو نزدیک هستیم مورد فریزر رو گذاشتیم با سرما خوردیم. میگم قدر کلمه خوب است. همه چی تو رو ملت ایران میدونن. شورتت کجاست، پدرت کی بود، ننت کی. راست میگی حاجی. وای روشن نکنه من وای. شما رو توی خوشکن گذاشتم گرم بشینین خوشکن اینجا. حاجی من اینو دیدم روشنم میکنه میچرخه گوشی. واقعا آره. ولی خوشکنه. خوشگانه آره لباسشویی نیست. خلاصه بعضی از مهمونی‌ها تو 1 دقیقه. چند تا خونه شد تهران؟ الان شد 13 تا.
شمال چیزی داری؟ شمال یه دونه بره بلوار دارم. بره بلوار. من پلاک 1 دارم. خب من کیش هم دارم 2 تا واحد. پاس کجا رو داری؟ من یه دونه کانادا رو خیلی وقت دارم. کانادا رو من یه دونه دومینیکن دارم، یه دونه اسپانیا دارم میگیرم. تو جلوتری. ببین تو برن چی جلوتری. داری؟ برن من 3 تا لباس برن. 3 تا لباس داریم. من 4 تا هم رستوران دارم. کلینیک زیبایی داری؟ کلینیک 2 تا دارم. 2 تا داری. خب من ندارم. 10 امتیاز کن. بنویس. چند تا فالوور داری تو من 10 تا. خندیدی پوریا دیدمت. وای حاجی خیلی قشنگه میگه. یه دونه خندیدی پوریا بود دیدم معموله. ترکیدی. منم 10 تا دارم. 5 امتیاز میشه. تقسیم میشه. آره. خب ببین الان کارخونه غذایی داری؟ کارخونه نه. نداری. من صنایع غذایی دلکوک مال منه. هم رستوران هم کارخونه. خب اینو 20 خب امتیاز. این 20 امتیاز آره میشه دیگه. راحت 20. سلبریتی با کی رفیقی؟ پسر امیر جعفر. من داداش شدم محمد زاده. ننویس دیگه. جمع کن بابا تو باختی اصلا. چی اصلا آقا تو با اون ویزا دومینیکن آمریکا میتونی بری؟ گفتم اسپانیا هم دارم. تنت من تو زعفرانی 1500 متره. مال من 1502 متره. 1502 متر. بله. 5 امتیاز بده. آره 2 متر. بذار 5 امتیاز بهت بدم. پارکینگ چند تا داری؟ من 4 تا دارم. من 7 تا دارم. آره. برای چی همه چی بیشتره تو؟ خب من زودتر پول داشتم. چه سالی پول داشت شدی؟ من سال 79. من 73 پول داشتم. موبایل تازه اون موقع اومده. این ایرانا خچ گرفته. اوه یادش بخیر. تالیا داشتی؟ تالیا داشتم. 55 متر. حاجی خیلی ویدیوهاش سمه. دردناکم بود حاجی این ویدیوش. یکیش پوریا پوتک چه حسی داری میوازی؟ حسی دردناک ولی ببین درد بریزه. بچه‌ها صبح که بیدار شدم دیدم این گوشیم دیگه بالا نمیاد. بعد الان اومدم اپل آیدی و گفتن که دیگه اپل آیدی؟ گوشی خارجه. اپل استور. اپل آیدی باید میبردی دیگه خانم. گوشی اونایی چی حالیشون نیست. گوشیت خراب شد فقط ببر فیس آیدی یا اپل واچ. سوتیشو گرفت همون که تو می‌کردی. حاجی مگه میشه آقا من خندیدم. اوکی یک بعد میگفت اپل استور. یه گوشیت خراب شد فقط باید ببری فیس آیدی. با اپل واچ. من خودم پیشنهادم فیس آیدیه. اون تو خیلی مسئولینش مجرب‌ترن، حرفه‌ای‌ترن. ولی اپل واچ هم هست، ولی قیمتش پایین‌تره ولی تازه کارن دیگه. معمولا کارمنداش. خیلی سمه رابک هم خیلی سمه. نمیدونم این کلیپا رو اصلا کجا پیدا می‌کنی. یک آقا یک. وای فرهنگ عالیه. آقای عدیانی جانم شما پدر بچه هستی؟ بعد خودم چطور بگم؟ خانم دوست چی شده؟ نه نگران نباشین عمل موفقیت آمیز بود. مادر سالمه. خدا شکر. فقط بچه‌م سالمه. یعنی چی سالمه؟ پیش میاد این موارد رو ما داشتیم. اگه بچه منو برای چی سالمه؟ خدا آروم باشید. چه دارک. زن تو با کی بودی که این سالمه؟ پوریا چی شد؟ تو حدسه کردی؟ نه یکی حدسه کرد مرد وایسا. او الان پوریا پوتک رو میکشن تو خونه. حاجی ویدیو رو بذار عقب ببینیم کسی حدسه کرد. اگه بچه منو برای چی سالمه؟ خدا آروم باشید. آره یکی حدسه کرد. کی بودی وای که حاجی پشمام ریخت. یکی سرفه اینجوری بود پوریا پوتک. آره بعد من یهو تنهایی خونه؟ خانوم هم هست ولی مرد تو خونه نیست. یهو دیدم صدا عدسه بود از پشمام ریخت. وای حاجی دیدی چه دارک بودین؟ خیلی دارک. فرهنگو که میشناسی؟ بله خیلی آدم خفنی. حاجی دیدی میشینن با هم دیگه رو دیس میکنن؟ آره بابا خیلی. وای فوق العاده‌ن. چقدر با جنبن همشون واقعا. جان حاجی جان. فدای تو باشه. فدای تو بشه حاجی. من اینو حاجی صدا میکنم عشق میکنم. حاجی جان. جان حاجی فدات بشه. هر چند وقت یه بار این سریال تو خونه ما پلی میشه از اول تا آخر برای خودش. مثلا صداشون میاد اینا خیلی من باحال. برره است ولی میدونی که امسال عید جدیدش میاد. آره میدونم. من با خود چیزو دیدمش از نزدیک بهم گفت. هومن حاج عبداللهی تو تئاتر اومده بودن دبی اونجا نشسته بودیم گفت. و ما شادیم. خورده ای جونم خورده. حاجی میگه وقتی ازم میپرسن دوست دخترت چیکار کرده برات که اینقدر دوستش داری. و ما شادیم. خورده حاجی منظورش اینه که موشک خورده در اصل ولی ببین چقدر خز این رفتار. خورده تو بیابون منظورش بود. حالا خورده نخوردن ولی اینکه مثلا بیای بگی خورده یه جوریه. همون خورده مثلا انگار مثلا گرفتن کشورو. نام دیگر انگشتر چیست؟ این خداست من اینو دیدم حاجی. حلقه. ای وای
انگشتر اینجوری کرده حلقه شد. این چیه رضا؟ واقعا نیکخواه خداست. انقدر شیرینه که نگو، خیلی بامزه است. سلام. چیزی شده عزیزم؟ چرا ناراحتی؟ چیزی نیست، یه سری مشکل تو زندگیم و شرکتم پیش اومده که خودم حلش میکنم. عشقم مگه ما یه روز دو تا بدن نیستیم؟ هستیم عزیزم. پس باید بگی زندگیمون، شرکتمون میکنم نه میکنیم. تو شرکتمون منشی ازمون حامل است. وای حاجی باید میرفتی دوباره که خدا وکیلی. دارم میرم کلاس ها. به همه بگین من دارم کلاس های تنیس من شروع شده. من میخوام برم چوب تنیس بخرم، توپ بخرم. تنیس ورزش اول دنیاست تو انرژی. تنها ورزشی که عمرتون میگن خیلی زیاد میکنه تنیسه. راکت دارم تو ماشین، الان عقب ماشین راکته. حالا نه تنیس باید برم. کمر من درد گرفت. از خواهر مادر بنیانگذار تنیس من بریدم. کمرم وای ورزش به شدت سختیه حاجی. آقا من خندیدم. خندیدی وای دو بچه‌ها من نمی‌دونم فرض. حاجی من برای چی با اینکه دیدم خندم میگیره خیلی سمه آیسان. بابا ولم کن. یک هفته وسیله بخر، مربی بگیر، فلان کو بمان کو، آخر یه جلسه رفت کو من خار مادر تنیس. خیلی ورزش سختیه واقعا. یه اسپانی، یه کرمانشاهی و یه شیرازی. استاد ملکی جوونیاشه. آقایان کامیران چیزی میل بکنن وقتی میان میبینن هواپیما رو بانده بخواد بلند شه. اسپانیا میره بال هواپیما میگیره، کرمانشاهی پای اسپانیا میگیره، شیرازی هم پای کرمانشاه. وسطای مسیر آویزون میشن به هواپیما. یه هرم بکنه بیافتن. میگه خب یه کلک بزنن از شر دو نفر راحت باشن. میگه آقایان من پیشنهاد میکنم بخاطر که حوصله‌مو سر نره من یک آواز میخونم شما کف بزنید. بعد اونا میگن اتفاقا پیشنهاد خوبم هست بفرمایید. ایشان یک آوازی میخونه بعد یه دست میزنه. اینا در حالی که با یک دست پای همدیگه رو دارن کنار پاشون میزنن توی میکنن. بعد اسمانی میبینش میگه نه آقا اینطوری نه اینطوری کف میزنه. علاشون میفتن مسخره. میفتن تو خونه بعد نشان. حاجی اگه جوکم واقعا خنده دار باشه این انقدر بد تعریف میکنه که اصلا مزه اون جوکر رو از بین میبره. این استعداد بیمزگیش از جوونی بوده. همون که به شما داده بود به اونم داده؟ مختصری از روابط این روزا یا نه؟ بله همون. چقدر فکت داره میگه. هیچ وقت صحبتی نکردی درباره‌اش؟ نه دیگه شده بود و دیگه جمعش که نمیشد. با یه لحظه فکرم صدا از یه جا دیگه اومد. آره حاجی توهم زدیم امروز. 2-1 ببازی یه جریمه‌ای برات دارم. وای مغروم سخت‌ترین گوچی دنیا. آقا این یه سری هم هستن میون ویدیو آنباکس میذارن، این شناسنامه کاره. ما هیچ وقت نرفتیم از LV و گوچی و اینا خرید کنیم به اون شناسنامه بدن. یه فاکتور نهایت اونم میاد رو اکانتت اگه عضو باشی. آره دقیقاً. تو هیچ رسید، فقط کارته که میکشی یه رسید پوله، یعنی لایسنس نداره. من نمیدونم این از کجا اومده. مثلا ساعت رولکس نیست که لایسنس داشته باشه، کد داشته باشه. دقیقاً شناسنامه ندارن. سلام چند؟ مکان از من 300 مکان از شما میشه داشت میشه 500. داداش دستمالو میگم. ببخشید من تازه شغلم عوض کردم دستمالو 20 تومن میشه. اون وقت شغل قبلی چی بوده؟ آرایشگاه داشتم اصلاح در منزل. ولی هیچی فکر کردم جنس. منو اذیت نکنی. بعد وقت میگه تازه شغلمو عوض کردم. باش خوب هستی؟ سلام علیکم. فود بلاگر 10,000 تومان پول چی میتونم بخورم؟ فقط با 9500 تومان میتونی بهترین سوسیس ایران داشته چقدر خوب بودی داشو. حاجی برای چی وای دیدی قشنگ زیپو وا کرد. حاجی زیپو وا کرد با 10,000 تومان میتونی بهترین سوسیس ایران داشته باشی. خندیدی یا 3-1 آقا قبوله. تا حالا جایی رفتین نشناسنتون؟ خیلی چه حسی بهتون دست؟ حاجی میشه اگه خیابانی رو نشناسن؟ فوتبال نگاه نمی‌کنی نمیشناسه. واقعی؟ یعنی هم چهره هم صدا؟ صداتون هم نشنا؟ توی توکیو
حاجی چرا باید تو توکیو شما رو بشناسن آقای خیابان؟ خندیدی پوریا؟ آره خندیدم حاجی ولی اصلا جوابی داد که تو رویام هم نمیدیدم. حاجی حتی نگفت مثلا آمریکا انگلیس که مثلا حالا ایرانی اینا هم زیاده اونجا. تو توکیو مثلا انتظار داشت ناکازاکی بشناستش به دست. قشنگ بود. این پرچم کجاست؟ ای خدا. I don't understand this. You're changing, I can't stand it. حاجی چرا باید آهنگ ایکس رو بذارن رو این اونم با یه صدای دیگه؟ واقعا ناراحت کننده است. ایکس کسگم. این ماشین رو میبینی؟ این آقا رو میبینی؟ که اصلا انگیزشیه فکر کنم. چی داره چی نداره تهش خارکسته اینجاست. وای فهمیدم کدومه. زندگیه این ته. وای بذار ببینم مثلا این الان چند سالشه. بیا این آقا سال این به خارکسته 927 خودش می‌خواستی چیکار کنی تو این دنیا تو سال 927 دنیا اومدی. خندیدی پوریا؟ 927 مگه میشه؟ 1927 به دنیا اومده بود. خدای شاکرت سه شدیم. یس آقا خسته نباشید. جمعت اینو بیاید اون بود. فقط اگه میشه یکم سریعتر عجله دارم. من نمیخوام تابع قوانینم. حرف آخرته؟ حرف اول آخرم. اسم من اینو براش خوند که توم بره. حاجی قضیهش چیه اینو میخونی توم میرن؟ اصولا این آهنگ روی کلیپ‌های ماشین شوتیا هست اینجوری توم میرن روی اوناست. این با خوند که مثلا این جوگیر شه مثلا توم بره. خب بچه‌ها دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. متاسفانه مساوی شدیم، ولی اگه شما یه مجازات باحال بتونید برای ما تو کامنت ها بنویسید چرا؟ دیدیم که پوریا پوتک تو کشتی خب میدونی که هر کسی که امتیاز آخر رو بگیره برنده است. ما تو دوشک باشیم مثلا تو 3-1 جلو باشی من یه فن رود بزنم بشه 3-3 داور منو برنده اعلام کنه. ولی تو کاراته هم هر کی امتیاز اول بگیره برنده است. پس این به اون در آقا پس این سری یعنی مجازات نداشته باشی. یعنی رحم کنیم یه بارو به هم ان شاء الله تراینا تو لفه بعدی. خیلی خوب بچه‌ها دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که کلی لذت برده باشید. اگه دوست دارید بازم براتون تراینا تو لپ بگیریم با پوریا حتما تو کامنت ها بگید. پوریا پوتک دمت گرم اومدی. عشق من دوستتون دارم بچه‌ها. فعلا مواظب خودتون خوب باشید و اینکه ویدیو بذاریم هم ری استوری می‌کنیم. عاشقتونم و به زودی با ویدیوی بعدی می‌بینیمتون. فعلا پیس.